سلام دوستان، من کیارش صمیم‌تبار هستم. میخوام براتون امروز آموزش نصب رل شتاب رو بذارم. رل شتاب باعث تقویت بوبین میشه، بوبینایی که کهنه شدن و به هر حال برقشون کم شده و اینکه یه شتاب نسبتا جزئی و برق بهتری به سر شمع‌های شما میرسونه. و لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم که با هم آموزش نصب رل شتاب رو داشته باشیم. خب بریم تست برق موتور رو بدون رل شتاب داشته باشیم. فیلم برداشت یکم بیان نزدیک‌تر ببینید که رل شتاب اینجاست و اصلا روی موتور نصب نیست و این هم سیم مشکی خط سفیده که مال من آبی خط قرمزشون قبلا سیمش خراب شده بود. من سیم آبی خط قرمز رو گذاشته بودم. خب حالا بریم که موتور رو روشن کنیم بدون رل شتاب. برقش چجوری؟ گاز موتور رو بیشتر کنم روشنش کنم. ای بابا قطعش کنم نه دوستان بدون رل شتاب نگاه کنید برق موتور بیا نزدیک‌تر کن. بردار نگاه جرقه رو بگیر. خیلی ضعیف سریعا خاموش میشه. خب حالا بریم که با رل شتاب داشته باشیم برق موتور. میذارم اینجا. خب این عدده اینجا رو بگیر. سیم مشکی خط قرمز که اینه میایم باز میکنیم. من ادامهش رو نگاه کنیم. سیم آبی خط قرمز اومد. بازش میکنیم. حالا من از قبل لختش کرده بودم چون رل شتاب روش بود. حالا باز کردم که برای شما فیلم میدم. رل شتاب هم میاریم. برای هوندا فیش داره و فیش ها رو میزنیم بعدش، ولی برای بقیه موتور هم فیش نداره. باید چی کار کنیم؟ این سیم که از بوبین اومده نگاه کنیم. این بوبینه، این سوکتشه، این سیم از بوبین اومده. سیمی که از بوبین اومده رو میزنیم به این پایه از رل شتاب، پایه‌ای که از این فیشا نداره. و من رل شتاب شرکت بنیان رل شتاب بدی نیست، خوبه و من ازش راضیم. تقریبا 6-7 ماه رو موتور بوده. اگه دوست داشتین بنیان بندازین و حالا بنیان چیزی هم دریافت نمی‌کنه که تبلیغش کنه، ولی خب واقعا شرکت خوبی، لوازم برق موتور خوب درست می‌کنه. خب یک لحظه برسیم تا من برم نوار چسب رو بیارم. کجا گذاشتم؟ من اصلا این نوار چسب معمولی استفاده میکنم تا باید سلام حواستون باشه که سیمو به بدنی نکنم چون برق خیلی زیادی داره. به دستتون باشه نخورم، برق خیلی زیادی داره.
اینجاست. اینجاست. اون تچیده هست. نوارچست باید متشکل فیلم بردارمون باشه و یعنی دیگه تموم شده ببرم. این سیم ها چی گفتم میزنی اگه اشتباه بزنی فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته ولی روش ها خوب عمل نمیکنه و هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. فکر نکنم واسه شما روشن بشه. خوب هم نوارچست کاریش کنید چون این بیفته دیگه موتور شما خاموش میشه. برق سر شما رو داریم اینجا. حالا این یکم بذار برم یه چاقو بیارم. زرد فیشه قبلا تاش میکردم. خب تاش میزنیم. حالا اگه موتور شما که سوکت داشت سوکت رو نبرید چون سوکت خیلی بهتر از اینه و برق رسانی بهتر انجام میده. من دیگه سوکت نداشت صاحب قضیه زده همه سوکت رو خراب کرده. خب حالا بریم نصب بار رلیشت ها تست کنیم که ببینیم برق موتور خب بچه ها حالا رلیشت ها من میگیم که ولو و هیچ جایی نداره که بهش وصل بشه. حالا من براتون یه جا میذارم خیلی جای خوبیه و اینکه رلیشت ها خوب میگیره. این یه بسته بزرگ میخریم از این. حالا این خیلی بزرگه من برای چیزی بود کج و کله شده. این بسته باز میکنیم اینجا پایین بیا نزدیکتر این مسئله دست و بست رو باز میکنیم. شما میتونید با نوارچست رلیشت ها رو نگردن باید نوارچست بخوای هر بار اگه رلیشت ها چیزی که پسرش نمیاد اگه بسوزانیدن درد سر داره باید عوض کنید باز کنید همه بستی باز کنید آخرش این بسته راحت خیلی سریع کنترلش میدن میکشی بیرون. شاید شما یه موتور دیگه داشته باشید. بیا اینجا رو بگیر کنیم. من بست انداختم دور یکی از میله های موتور رلیشت ها گذاشتم زیرش. الان دور رلیشت ها و حواستون باشه رو مثبت باتری هم اتصال نکنش خطرناک میشه. حالا شما میتونم بدون بستم بزنم. من با بست اومدم یه بار امتحان کنم ببینم چه جوریه. بعد خوبه گفتم با بست بذار بهتره. و اینکه اگه عضو کانال من نشدی آخر ویدیو برات آدرسشو میذارم همین تو یوتیوب بزنی میاد بالا. ممنون میشم که اگه دوست داشتی ویدیو رو اونو لایکش کن و یه کامنت انگلیسی هم بذار اگه تونستی دنبالم کن. من انگار بستم کوچیک به چیز بزرگ دست دیگه داشتم اینجا
حالا همین خوبه دیگه نمیاد بیرون اینجوری. عالی گرفت. حالا اگه شما دنبال کردین ویدیوی بعدی احتمالاً نصب همینو براتون بذارم بدون این نوار دورش یا اینا خیلی هم عالی میشه. عالی. سیما رو می‌بینیم میذاریم اینجا که رخ موتورت بهتر شه.